جنازه عزیزالله زویدبویف ساکن 22 ساله جماعت وروخ اسفره پسر سرطبیب آسایشگاه زمرد ظهورالله زویدبویف را که بعد صدمه پرقربانی شام 31 آگوست سال 2022 در راه خوجند دوشنبه در موضع چاره نویه عینی نوپدید شده بود، بعد 46 روز جستجو روز 16 اکتبر بالاخره اسایل فوندریو پیدا کرده صبح 7 اکتبر در وروخ به خواب سپردند. عزیزالله زویدبویف شام 31 آگوست در راه به دوشنبه دچار صدمه شد. او در سال پنجم دانشگاه تحصیل میکرد و در عرفه شروع سال نو تحصیل به دوشنبه راه سپار بود. در آن صدمه 3 نفر جان باختند، ولی جستجوی جنازه عزیزالله چنین زیاد طول کشید. 3 قربانی دیگر را الکی در ساعت‌ها و روزهای اول بعد صدمه پیدا کردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان بدون ذکر نام عزیزالله زویدبویف برخی جزئیات چگونه یافت شدن جنازه را نشر کرد. بنا به خبر سردار شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه عینی 16 اکتبر سال 2022 ساعت 17:10 با وقت محلی در ساحل دریای فون در کیلومتر 124 راه دوشنبه خوجند در نزدیکی دهه کمرگ جماعت دیهات عینی نویه عینی جسد شخص نامعلوم ظاهر شد. امدادگران با استفاده از تجهیزات کوهگردی از بالا پایین شدند و جسد را بالا آورده به مقامات حفظ حقوق برای تشخیص سپردند. معلوم شد که او یک ساکن شهر اسفره ولایت سوق بوده، 22 سال داشته است. نام برده در یک صدمه ماشین در تاریخ 31 آگوست در نزدیکی دهه چوره به هلاکت رسیده بود. نزدیکان و دوستان عزیزالله زویدبویف تا آخرین لحظه باور داشتند که او زنده است و اصلا خواهش داشتند که برای زنده پیدا کردن این جوان دانشجو دعا کنند.